چشمه دو و یک قسمتی هست و حساب یکم بالاتر دکانای ما یک کاریز داشت. پشت دکانایش کاریز بود، از اونجا میامد سون سرک جوی بود، نامت میامد سون سرک. بازمی دکانای مثلا بولانی و بولانی پزیسته بودن دیگه، مکمل بولانی و دو غماس می چیز هستم. بازمی خلطای چکر، سرنای ماست، فابکای ماست، ایره از پیش روی مشتری که استفاده می باز می بردن رو جانا در لب چشمه. لو قسمت می قابای ماست و خلطه چکر و این چیزا رو میشوشتن. یه روان بود میامون بر لب سرک اینجا که میرسید مکمل یه سفید میشد. از اونجا پاک بود، اینجا مکمل سفید میشد. بازی اما هر کس که سعی کرد گفت سعی کرد کم کم به نام چشمه دو. هر کس که دید میگه چشمهش جور شده.